خب ارادت دارم. امروز میخوام یکی از غزلهای خودم رو براتون بخونم که برای یغما خشتمال نیشابوری نوشتم و من از طرفدارای یغما خشتمال هستم. یک غزل خیلی معروفی داره که تنم در وسعت دنیای پهناور نمی گنجد، روان سرکشم در قالب پیکر نمی گنجد. مرا اسرار از این گفتگو بالاتر است، اما به گوش خلق اسرار از این بالاتر نمی گنجد. من براش یک غزلی نوشتم و میگه که تو را اسرار این عالم گرد در دل نمی گنجد، غزل از خشتمالش خوان که در عالم نمی گنجد. به خواب ارقم ار دیدی شب چشم سیاهش را، مکن باور که در خوابی خیال شب نمی گنجد. به تن باید که فهمیدن لب لعل هوس بازان، ولیکن بر لب مستان هوس از تن نمی گنجد. در این دیر خراب آباد گرد ساقی سبویت داد، سبو بشکن که بر خاکش می و مستی نمی گنجد. تو را گر آبر مستان بکشت است این غم هجران، مزن فریاد ز هجرانت که در نظمت نمی گنجد. اصولا این شهود، این وادی غزل ربایی، این وادی عرفانی یک کمی تعادل زیستن رو مختل خواهد کرد و احساس کنم که یغما یه هجرانی داشت درونش، یه جورایی انگار که دیگه متعلق به زمین نیست و اما در کالبد مونده و مجبور به زیستن. امیدوارم لذت برده باشین. ارادت دارم.